این چیزی که میبینی یه بمب معمولی نیست. این یه تانک الکتریکیه. آشنا شو با BMW7 پروتکشن، امن‌ترین و لوکس‌ترین ماشین ضدگلوله دنیا. این قول برقی با استاندارد حفاظت واناه ساخته شده. یعنی گلوله‌های جنگی. هیچی. انفجار. بازم هیچی. شیشه هاش ضخامت حدود 7 سانتی متر دارد و بدنش یه هسته زرعی خاص داره به اسم پروتکشن کور که مثل یه دیوار فولادی دور سرنشینا رو گرفته. و تازه درهای اضطراری داره که اگه گیر بیفتی راحت فرار کنی. با اینکه تقریباً 5 تن وزن داره، ولی چون کاملاً برقیه، قدرت و شتابش اصلاً شوخی نداره. آینده همینجاست. یه ماشین کاملاً بی صدا، اما قوی‌تر از خیلی از سوهای نظامه. داخلش چی می‌بینی؟ صندلی‌های لوکس، ماساژور، صفحه نمایش‌های بزرگ، سیستم صوتی بی‌نظیر. یعنی هم امنی، هم راحتی، هم با کلاسی. این ماشین مخصوص آدمای خاصه، رئیس جمهورها، دیپلمات‌ها یا کسایی که دشمن زیاد دارن. BMW7 پروتکشن یه چیز فراتر از ماشینه. یه سنگر متحرک با روحیه الکتریکی. اگه تو جای رئیس جمهور بودی، اینو انتخاب می‌کردی. نظرتو برام تو کامنت ها بنویس و لایک و سابسکرایب یادت نره. اگه از ماشینای خاص، تکنولوژی های عجیب یا واقعیت های جالب خوشت میاد، حتما کانال رو سابسکرایب کن. اینجا هر هفته با یه دنیای متفاوت روبرو میشی. منتظرتم رفیق.